سلام بر دوستان عزیز، بازم در خدمتتون هستم با یه ورزش دیگه. بهش میگن ددلیفت. یه حالتی از ددلیفت منتها به جای اینکه دوتا دستتون رو جدا بگیرید، دوتا دست با هم دیگه میره پایین و از بدنه آرتر میگیرید. برای این ورزش میتونید 3 تا ست انجامش بدید. 3 تا ست بستگی به خودتون داره. 10 تا، 8 تا، 6 تا یا 12 تا، 10 تا، 8 تا. میل خودتون. این برای پشتتون هست، برای ماهیچه های پشته. برای اینکه انجامش بدید پاهاتون رو اندازه شونه هاتون باز میکنید و کمرتون یه حالت استریت و صافی میگیرید به کمرتون و بلند میکنید وزنه رو. وزنه رو میارید بالا تا سینه. بعد پایین. نگاه پایین نمی کنید. سر باید، گردن باید بالا باشه، راست باشه، مستقیم. نفس بیرون، نفس داخل. موقعی که میارید بالا نفس داخل، نفستون رو میدید بیرون. این روش انجام دادن شد. ممنون از این که نگاه کردید. لطف کنید سابسکرایب و شیر برای ویدیوهای بیشتر. ممنون. خدا نگهدارتون.